استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان یکی از ارزش‌های بزرگترین دولت ملت ما به شمار می‌رود. این پدیده اینه که انسانی برای دولت ملت ما یک ناز نعمت بسیار به‌بها و ارزش تاریخی‌ترین به شمار می‌رود و به دنیا آمدن یا که به دست آمدن این نعمت به‌بها برای دولت ملت تاجیک آسان به دست نآمده است و اگر به مسیر رشد انکشافی استقلال دولتی نظر افکنیم، در دوره آغاز اولی فعالیت با بسیار دشواری‌های سنگین روبرو شدند که و از این دشواری‌های سنگین برآمدن این هم با یک نیروی بسیار عقیده بسیار ملت عزیز ما، سیاستی استوار و پیشبرنده سرور دولت پیشوی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برمی‌آید. استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در طول مسیر تشکل خود زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی را به عمل آورد و در پیرهه سیاستی در هایباد یا پیشگرفته دولت حکومت جمهوری تاجیکستان زمینه گذاشتند برای انکشاف میمده ساحه‌های اجتماعی. اگر نظر به زمینه‌های سیاسی دوران صاحب استقلالی کنیم، پیش از همه با پیشنهادهای پی در پی و یک چند کرته تاجیکستان و خصوص پیشروی ملت در سازمان‌های با نفوذ بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان‌های همکاری شانگهای و سازمان‌های دیگر بین المللی این عقیده و پیشنهادهایی بودند که تاجیکستان عزیز را در خریطه سیاسی هستی آن را استوار گرداندند. در طول دوران استقلالیت از نوسازی مکتب معارف، تهیه دستورها، تهیه کتاب و ادبیات‌های حفظ کننده ارزش‌های ملی ما و شما این یک پدیده نیک و گفتار نیکی بود. از جمله استقلالیت دولتی علمی تاجیکستان، تأسیس کمیسیون عالی اتستاسیونی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و همزمان حمایه رساله‌های علمی عالمان تاجیک در این مسیر و در این پرتو تأسیس مرکز ملی تستی و فراگیری بسیار داوطلبان با امتیازهای گوناگون دولتی از زمره رشد اصلاحات ساحه معارف به شمار می‌روند. در این مورد اقدام‌های نوبتی دولت حکومت جمهوری تاجیکستان با نظر داشت احتیاجات کادری و آماده سازی آنها در خارج کشور توسط استیپندیای بین المللی پرزیدنت برنامه درخشندگان که از فاند پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با آن رشته اختصاص‌هایی که در تاجیکستان آماده نمی‌شوند در خارج کشور این اختصاصمندان آماده کرده می‌شوند و برای کار و فعالیت پس از ختم مؤسسات تحصیلات عالی کسبی خارج فرا گرفته می‌شوند. یکی از جنبه‌های بسیار نادر این سم برنامه تکمیل آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی میباشد که در همه برآمدها و طلبات‌های امروزه کادری در همه ساحه‌ها دانستن زبان‌های در برابر زبان دولتی، دانستن زبان روسی و زبان‌های خارجی نه کم از 2 زبان خارجی برای هر یک داوطلبی یا اینکه متخصص جوان امتیازی بیشتر فراهم می‌آورد. جبهه دیگری که امروز زیر نظر دولت حکومت جمهوری تاجیکستان وزینه رشد کرده است، زیاد کردن معاش وظیفوی کارمندان ساحه معارف کشور و همزمان زیاد کردن ادرار پولی دانشجویان و نمودهای پیدا شدن نمودهای گوناگون ادرار پولی سرکرده از استیپندیای پرزیدنتی، استیپندیای رئیس ولایت ختلان، استیپندیای حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و استیپندیای مقرری که از جانب بودجه دولت زیاده از 30% دانشجویانی که طریق بودجوی تحصیل میکنند اونها از این چیز برخوردار هستند. با این گفته‌های نیک با یک امید و آرزوی کلان تمام مردم کشور عزیزمان و خصوص ولایت ختلان را با فرارسی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه تبریک نموده با خاندان هر یک آنها فیض و برکت، نصرتی بی پایان و در کار و فعالیتشان کامیابی‌های بی‌نظیر را تمنا دارم.